خداوند اینا را همیشه کامیاب، سرفراز و موفق داشته باشه. خداوند اینا را هم دنیایشان خوب کنه، هم آخرتشان خوب کنه که یک کار بشر دوستانه و خیرخواهانه کردن. خداوند تماما ما را موفق بسازه، تماما ما را توفیق بده که مثل خواهر عزیز خود باره همت کار کنیم و خدمت به وطن کنیم، خدمت به اولادی وطن کنیم. خدا به خیر بکنه. همیشه با وطن خود خدمت کنیم. ما فعلا در صنوف خود داریم. ما هیچ کس کمک نکرده و اونا میگن که بودجه نیست و پول نداره ریاست کودکستان ها یا وزارت ما که مربوط وزارت کار امور اجتماعی هستیم و اونا بسیاری وقتا میگن که بودجه نیست و دولت بسیار غریب است و چیزی نداره و به می خاطر ما خود ما البته با همکاری معلم صاحبا همیشه معلم صاحبای ما با ما همکاری کرده با پول با ماش ناچیزی که دارن خود از اونا باز هم اینا ما البته 20 افغانی یک اتحادیه داریم به نام اتحادیه معلمین که 20 افغانی استادا به مو جمع آوری میکنن. از سالهای قبل البته گاز است و یخمالک است. از سالهای قبل مانده که همگیش ساییده شده و اطفال از این استفاده کرده نمیتونن، در حالی که باید در کودکستان وسایل بازی به اطفال بسیار زیاد باشه، مهیا باشه تا اطفال از این استفاده بکنن. امسال بسیار بارندگی بود و بسیار چکک شده. تمام صنوف ما اطفال ما بسیار به مشکل هستند. حتی به تمام صنف‌های ما شاید شما مشاهده کنید که پلاستیک به سقف ما پلاستیک بند کردیم و به یک گوشه آب آمده و یک تشت ماندیم که آب سقف بین تشت و طفلا به یک گوشه دیگه شیشتن و تدریس میکنن. و اینی مشکلات پرابلم ها رو داریم. دیگه اطفال ما میز چاکی ندارن که بشینن و تدریس کنن و میز چاکی ما ضرورت داریم اطفال ما. از همه بخشین یک حادثه بسیار وحشتناک بود که ما در صنف کار میکردیم، ما ترانه و موزیک چیزای خود کار میکردیم، اما یک سی چت ما که بسیار شکست کرده بود، حالتش خراب بود. اونمو دفعتا خطا خورد. تمام شاگردای ما در جریان کار بودن، تمام ما کار میکردیم که اونمو توتی بسیار کلان سمت پایین افتید. روی تاق هوا گرفته بود، بخی زیرای فرش بوی گرفته بود. طفلا درست نمیتونن بخیزن، بشینن، بازی کنن، در صنف استراحت کنن، درس بخونن. امی چکک بسیار محیط صنف هم خراب ساخته. دیگه امی بسیار مزاحمت برمون بر درس ما ایجاد کرده. البته مهمترین چیز پرابلمی که با این کودکستان است، اگر سقف‌های کودکستان ما با ما جور شود از همه قدر بسیار زیاد خوب میشه که همکاری بکنه. وقتی که ما درس میدیم طفل ما این رقم سن ما سعی میکنه چقدر برای ستون فقرات از این به گردن از این به مغز از این به سر من برسه. باید